سلام دوستان عزیزم، با 8مین جلسه از سری آموزشی زبان هندی در خدمت شما هستم. در این جلسه مجدداً با یه دسته جدید از حروف بدون صدا در زبان هندی آشنا میشیم. این جلسه‌ای که در خدمتون هستم و حروفی رو که بهتون میگم یاد میدم حروفی هستن که در زبان فارسی مشابهی ندارن. پس یه خورده با دقت بیشتر این جلسه رو دنبال کنید، چون فکر میکنم یه خورده این جلسه نسبت به جلساتی که تا الان داشتیم سخت‌تر باشه و دقت بیشتری رو بطلبه. اولین حرف از حروف امروز حرف د. د د د. همون جوری که این حرف رو میبینیم مشابهی براش نداریم. من فقط مشابه اردوش رو برای شما آوردم. میبینید که حالتی مثل حالت ت داره، یه ت دسته‌دار یا همون تا روش قرار گرفته و اگر دقت کنید بخوام خیلی ساده تر بگم ت رو با شدت خیلی بیشتر و توپر تلفظ میکنیم، ولی خب مشابهی ندارم. دو 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 دو. مثل टमाटर टमाटर टमाटर. با من تکرار کنید. टमाटर 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 به معنی گوجه فرنگی. در زبان هندی به گوجه فرنگی टमाटर گفته میشه. پس تلفظ این حرف شد ت ت ت. این حرف صدای ت میده. ت ت ت ت ت. مثل تند 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 تند. پس این حرف صدای ت ت ت میده. تند تند به معنی خنک، سرد. تند تند. شما هم با من حتما تکرار کنید یا بعد از من حتما تکرار کنید. تند تند ت تند ت تند ت تند ت تند. این دسته از حروف تکرار زیادی رو لازم داره چون مشابهش رو در زبان فارسی نداریم. پس دقت کنید. باز هم تکرار میکنم. تند تند تند. این حرف د هست. د د. میبینید ظاهر شبیه دال تو زبان فارسیه که بازم یه تای دسته‌دار اومده بالاشه، تای کوچولوی دسته‌دار و د تلفظ میشه. د د د. مثل دال میمونه تقریبا که توپرتر، خیلی شدیدتر تلفظش میکنیم، انگار پرتاب میکنیم دالی رو که حالت از دهان با شدت پرتاب میشه به سمت بیرون. د د د د. مثل در 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 به معنی ترس، خوف. در در در. پس د مثل در. د در د در د در. حتما با من تکرار بکنید. حتما بعد از من دیگه تکرارهای مداوم داشته باشید. د در د در د در. همیشه اگر بخوام یه مثالی هم براتون بزنم کلمه درپوک رو مثال میزنم. درپوک درپوک. حتما با من تکرار کنید. درپوک 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 به معنی ترسو، بزدل. اگر بخوایم کسی رو بزدل یا ترسو خطاب کنیم میگیم درپوک درپوک
در درپوک در درپوک. حرف بعدی صدای د میده. د د د د د د د د. ولی هر وقت بخوایم اون رو توی یک کلمه به کار ببریم از اون شدت ه میفته، کاسته میشه. به چه صورت؟ مثل این مثال: دکان 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 دکان. دکان به معنی در پوش. هر چیزی که نقش در پوش یه رویی رو داشته باشه، کاور رو داشته باشه، اصطلاحا میتونیم بهش بگیم دکان. دکان به معنی در پوش. دکان د دکان د دکان د دکان د دکان دکان دکان. این تکرارهایی که انجام میدم برای اینه که یه خورده شاید ملکه ذهنتون بشه. خودتونم حتما باز تأکید میکنم، با اینکه بارها گفتم، لطفاً تکرار رو داشته باشید. د دکان د دکان د دکان. حرف آخر از این جلسه، اگر بخوام این حرف رو براتون بگم، مشابهی نه تو زبان اردو براش دیدم نه تو زبان حالا فارسی، برای همین به صورت خیلی ساده و اجمالی بهتون بگم این حرف صدای ن میده. ن ن ن ن. یه جوری یه نونی هست که هم حالت ساکن داره هم حالت تشدید دار. ن ن ن ن ن. پس این نون یه حالت نون ساکن داره، یه خورده هم میتونید بهش تشدید بدید، شدت بدید. و مثالی برای این حرف میتونه کلمه بان 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 باشه. بان 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 به معنی تیر، پیکان. بان 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 بان. من تا جای ممکن سعی کردم از قرابت بین زبان فارسی و زبان اردو اینجا استفاده کنم و حروف رو با رسم الخط اردو برای شما به نمایش در بیارم تا بهتر و ملموستر بتونید اونها رو درک کنید. امیدوارم از این جلسه هم استفاده کافی رو برده باشید. طبق معمول از همراهیتون متشکرم و امیدوارم لحظات خوبی رو سپری کنید. خدا نگهدارتون باشه.